به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. به نور خود چراغ دانش افروخت، به انسان شیوه دانایی آموخت. سلام به همه فالوورها و بیننده عزیز کانال یوتیوب آیتی پرژن. در خدمت شما هستیم با یک ویدیوی آموزشی کاملا جدید. در این ویدیو میخوایم برای شما طریقه ساخت فیسبوک آموزش بدیم. یکی چگونه میتونین برای خود یک فیسبوک کاملا شخصی بسازین بدون اینکه پیش یک فرد ناآشنا مراجعه کنین تا براتون یک فیسبوک شخصی بسازه. خودتون قابلیتی رو داشته باشین که براتون یک فیسبوک کاملا شخصی بسازین. در قدم اول باید اینترنت تلفن همراهتان فعال باشه. در قدم دوم باید اپلیکیشن فیسبوک روی تلفنتان نصب داشته باشین. فرقی نمیکنه فیسبوک لایت باشه فیسبوک آبی. اگر شما برنامه فیسبوک روی تلفنتان نصب ندارین میتونین از گوگل پلی استور براتون دانلود کنین. ما از قبل دانلود کردیم و در اینجا فیسبوک لایت هم داریم، فیسبوک عمومی هم داریم و چون که کارش راحت تر است ما از فیسبوک عمومی استفاده میکنیم. کلیک میکنیم برش. طریقه ساخت فرق نمیکنه شما با فیسبوک لایت بسازین یا با فیسبوک عمومی، طریقش فرق نمیکنه، فقط فیسبوک عمومی راحت تر است. در این قسمت صفحه فیسبوک ظاهر میشه. البته این صفحه قبل از ورود به سیستم است، یعنی این صفحه پیش از لوگین شدن است و در این قسمت کسی که اکانت فیسبوک داره میتونه در این قسمت ایمیل شماره تلفن خود با گذرواژه خود اد کنه و داخل سیستم خود شه. در این قسمتش گذرواژه را کسی که فراموش کرده باشه میتونه ریسیتش بزنه. ما با این محتوا کاری نداریم، با این قسمتش کاری نداریم. میریم ما بالای ایجاد حساب جدید کلیک میکنیم چون هدف ما ساخت یک فیسبوک است. در این قسمت پیوستن به فیسبوک برای ما یعنی میگه که پیش از شروع کردن برای ما دو گزینه را قرار داده که یکی شروع یعنی بریم براتون حساب کاربری جدید بسازین، یکی از قبل حساب دارم. اگر بالای گزینه از قبل حساب دارم کلیک کنین فیسبوک جدید ساخته نمیشه. میریم بالای اکانتی که از قبل دارین، اگر ندارین بالای شروع کلیک کنین. در این قسمت نام ما را از ما خواسته، من نام خود درج میکنم. بالای گزینه بعدی کلیک میکنم. فرقی نمیکنه نام به زبان فارسی باشه انگلیسی، فرقی نمیکنه، اما خوبتر است که فارسی باشه، خوبتر است چون فرقی نمیکنه نامتان فارسی باشه انگلیسی و به ذوق خودتان است. بالای گزینه بعدی کلیک میکنیم. طریقه میلادی درج کنیم چون هجری شمسی و قمری وجود نداره و باید تاریخ تولد خود به میلادی تبدیل کنیم. بعد اینجا بریم درجش کنیم و نگفته نمانه که کسایی که سنشان پایین تر از 18 است و تاریخ تولد خود پایین تر از سن 18 میخواد درج بکنه اجازه نمیده فیسبوک برش که برای خود اکانت جدید بسازه، چون که معیار فیسبوک این است که سن باید بالاتر از 18 باشه. کسی که فیسبوک استفاده میکنه باید سن قانونی خود پوره کرده باشه. به همون دلیل اجازه نمیده که پایین تر از سن 18 سال برای خود اکانت فیسبوک بسازه. مثلا اگه شما 16 سال یا 17 سال سن دارین میتونه سنتان یک 2 سال بالاتر بندازین که براتون اجازه بده که یک اکانت براتون بسازین. من سن خود اینجا درج میکنم. نوزده هفته جون 31. گزینه تنظیم کلیک میکنم. روی گزینه بعدی کلیک میکنم. چه جنسیتی دارید؟ اینجا از ما جنسیت ما را خواسته. اگر خانم باشید گزینه زن انتخاب میکنین، اگر مرد باشین گزینه مرد. با گزینه بیشتر فعلا کاری نداریم. گزینه بعدی را کلیک میکنیم. در این قسمت شماره تلفن ما را از ما خواسته، شماره تلفن همراه ما، شماره تلفنی که فعلا پیشتان وجود داره و سیم کارتش هم در تلفن دام فعال هست، چون که بعد ای که شماره تلفن خود درج میکنیم حساب فیسبوک میسازیم پیامی به سیم کارتتان میره که پیام الزامی است که دوباره به خود فیسبوک درج شود. اگر شما شماره تلفن ندارین و یا شماره تلفن نتان قبل از قبل کدام حساب کاربری فیسبوک داره بالای ثبت نام با ایمیل کلیک کنید.
ما هم چون که میخوایم با ایمیل بسازیم فیسبوک، بالای گزینه ایمیل کلیک میکنیم. ایمیل شما چیست؟ یعنی میخواین با ایمیلی که شما فیسبوک بسازین، او ایمیل کدام ایمیل است؟ ایمیلتون میگه درج کنین. من چون قبل از قبل ایمیل درج شده دارم، بالاش کلیک میکنم، بالای گزینه بعدی هم کلیک میکنم. بله، در این قسمت گذرواژه است. مهمترین چیز برای فیسبوک این است که گذرواژه تان یا کدتان به جز خودتان کسی دیگه نفهمه. چون حساب فیسبوک، حساب کاربری فیسبوک، حساب اینستاگرام، توییتر، اینا کلا حسابای شخصی است و کسی که میخواد از این استفاده کنه باید رمزش پیش خودش باشه، چون کاملا شخصی است و هیچ کسی حق نداره که رمز فیسبوک یا اینستاگرام و توییتر ما رو داشته باشه. در این قسمت من پسورد خودم درج میکنم، گزینه بعدی کلیک میکنم. در این قسمت برای ما گفته که اطلاعات ورود به سیستمتان ذخیره شود، یعنی اگر کلیک کنیم که ذخیره شود در جمیل ما ثبت میشه. اطلاعات ما مثل پسورد، مثل نام، همه چیز ثبت میشه. بار دوم که میخوایم بریم خود آیکنش در فیسبوک وجود میداشته باشه، فقط یک کلیک نیاز داره که داخل حساب کاربری خود شیم. من میگم نه، اکنون ذخیره نشود. موافقت با شرایط و ختم‌های فیسبوک. چون که فیسبوک یک شبکه جهانی است و همه مردم از استفاده میکنن، فیسبوک قوانینی را قبل از ساخت اکانت فیسبوک برای ما ارائه میده که باید با این قوانین ما موافق باشیم. اگر موافق نباشیم یعنی نمیتونیم اکانت فیسبوک برای خود بسازیم. به فایده خود ما سه قوانین و بالای گزینه موافقه هم کلیک میکنیم. بله، بالاخره فیسبوک ما ساخته شد. در این قسمت از ما عکس نمایه خواسته، چون من نمیخوایم عکس نمایه انتخاب کنم. بالای گزینه رد شدن کلیک میکنم. اگر شما میخواهید عکس اضافه کنید، بالای گزینه افزون عکس کلیک کنید، براتون عکس اپلود کنید. ما بالای گزینه رد شدن کلیک میکنم. بالاخره فیسبوک ما به طور رسمی ساخته شد. در این قسمت برای ما نوشته کرده که برای پیدا کردن سریعتر دوستان اپلود مخاطب رو روشن کنید. وقتی ما گزینه اپلود مخاطب رو روشن میکنیم، او سیم کارتی که ما شمارش در فیسبوک جدید خود اضافه کردیم با کسایی که در ارتباط بوده، با دوستای آشنایی که ما با همین شماره همراهشان ارتباط گرفتیم، اگر اونا در شماره خود حساب فیسبوک داشته باشه، گزینه اول همون دوستای ما مقابل ما قرار میگیره. فرقی نمیکنه ایمیل اد کرده باشیم یا شماره تلفن. وقتی گزینه اپلود مخاطب روشن میکنیم، کسایی که با ما در ارتباط بوده با این دوتا میتونه که روبروی ما قرار بگیره و ما در جمع دوستان خودتون رو اضافه کنیم. ما گزینه روشن کردن میزنیم، کلیک میکنیم. بعد از روشن کردن گزینه اپلود مخاطب، فیسبوک برای ما این فردها رو پیشنهاد داد که اگر شما میشناسینش نامشان رو تکمار کنین و بالای اد فرند کلیک کنین. نه، چون که من اینا رو نمیشناسم، همه گزینه رو پاک میکنم و بالای گزینه رد شدن کلیک میکنم. چون که من ایمیلم قبل در تلفن ثبت بود و حاجت کانفرمیشن نبود، کدی هم دریافت نکردم. وقتی شما میخواین که به شماره تلفن همراهتان فیسبوک بسازین، وقتی اکانتتان ساختنش تمام میشه، یک کدی به تلفنتان میاد، کد رو باید به فیسبوک درج کنید. در این قسمت صفحه عمومی فیسبوک است. کسایی که ما همراهش فرند هستیم و صفحاتی که ما فالو داریم، پسایش میتونیم در این صفحه ما ببینیم. در این قسمت کسایی که ما برش پیشنهاد دادیم، پیشنهاد ما را قبول کرده و کسایی که میخوایم برشون پیشنهاد دوستی بدیم، کلا در این صفحه است. و افرادی که شاید بشناسید
از این قسمت میتونید کسایی که میشناسین به جمع دوستانتون اضافه کنید.